سلام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. اینجا چنل پرشن افمه و من به تیما هستم و امروز اومدیم با یکی از خفنترین و کاملترین آموزش‌های بازی فوتبال منیجر حالا در ایران و دیگه واقعا میشه گفت که امروز اومدیم با قسمت ویژه مجموعه زیرو تو هیرو، یعنی آموزش کامل قسمت تاکتیک بازی و آموزش چیدن تاکتیک در فوتبال منیجر. پس یعنی هدف ما در این ویدیو اینه که بتونیم کاری کنیم که شما بعد دیدن این ویدیو بتونید تاکتیک خودتون رو بچینید. پس اول از همه برای حمایت کوچیکی از ما لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون لایک ویدیو رو بزنید، زنگوله رو روشن کنید که بتونید در ویدیوهای بعدیمون باخبر بشید و ویدیوهای قبلیمون حتما برید ببینید و بدون معطلی بریم سراغ آموزش. Pep Guardiola just with some instructions not just for his team but also for the ball boys. خب امروز اومدیم با آموزش 0 تا 100 تاکتیک بازی قراره کاری کنم، البته طبق چیزایی که بلدم که امیدوارم بتونم به شما کمک کنم، کاری کنم که بتونید از 0 تا 100 تاکتیکی که میخواید رو بچینید. یعنی قراره تمام رول ها، تمام پوزیشن ها و همه چی، تمام اینستراکشن های بازی، همه چی رو بهتون توضیح بدم که بتونید خودتون تاکتیک مورد علاقتون رو بچینید با سبک دل بخواهتون. پس برای همین یادتون نره از ما هم حمایت بکنید که دیگه، چون واقعا منم پاره شدم سر این ویدیو. و خب آقا، اول از همه وقتی میایم توی بخش تاکتیکس که دیگه وقتی بازی کرده باشید بازی رو خودتون میدونید اینجاه. حالا این که هیچی، ما اینجا یه دونه به اضافه کردیو تاکتیک میزنیم، با همچین صفحه روبرو میشید که باید سبکتون انتخاب کنید که چه مدلی میخواید بچینید تاکتیکتون رو، روی چه سبکی میخواید بچینید، یا اینکه اصلا میخواید create your own استایل رو بزنید و به استایل خودتون تاکتیکتون رو بچینید. حالا اینکه همه رو دونه دونه بهتون توضیح میدم و روی create your own استایل آخر میریم که تاکتیک بچینیم. اولین گزینه، اولین یعنی سبک بازی کنترل پوزیشنه که دیگه این سبک خیلی سبک معروف و میشه گفت عادی در فوتبال امروزی که و مخصوصا فوتبال لیگ ایران که اصلا فوتبال لیگ ایران یعنی کنترل پوزیشن، به خدا اصلا روتوان نیستا، کنترل پوزیشنه. حالا این سبک دیگه از اسمش هم حالا معلومه، یعنی مالکیت توپ، مالکیت توپ که بتونید مالکیت توپ رو نگه دارید و با پاسکاری‌های کوتاه و بدون عجله بازی سازی کنید و برید جلو، که از روی این مپش هم میتونید ببینید که چه جوریه، که این سبک با پاس‌های کوتاه از دفاع شروع میشه و سعی میکنه تیم تو محوطه گل بزنه بیشتر، یعنی نه که پشت محوطه رسید زیر پاش بشوته یا سانتر کنه روی دروازه، و پاسکاری‌های کوتاه با سرعت کم انجام میده، یعنی عجله‌ای نداره برای پاسکاری و خیلی سریع پاسکاری نمیکنه تیمتون و پرس میکنه تیمتون موقع حمله. تو وقتی دست شما میره جلو و دروازه‌بانتون هم که با ضربات کوتاه بازی رو شروع میکنه برای دفاعتون. این سبک مدل‌های مختلف داره، شما هر جوری بخواید میتونید تغییرش بدید، ولی حالت عادی توی این بازی وقتی اول کار که میذاریدش، اینجا هم حالا زده یه ذره میشه گفت خط دفاع بالای هایر دفنسیو لاینه و مید بلاکه، یعنی خط تهاجمی روی خط وسط زمین هستش اجرا، یعنی تیم بسته میشه برای پاسکاری که بتونن به هم نزدیک باشن برای پاسکاری کردن. پرس کردن توی این سبک یه ذره بالاه، خیلی تا ته نه، و موقعی که توپ دست دروازه‌بان تیم حریف باشه مهاجماتون تلاش میکنن که پرس کنن روی دروازه‌بان حریف. بعدی گگن پرسه. گگن پرس اینم سبک معروفیه، یکی از دو سه سبک حال حاضر دنیای فوتباله که خیلی استفاده میشه. سبک پرس بیوقفه، به قول معروف دیگه، پرس نفسگیر، یعنی رحم نکنه تیمتون
و فقط پرس کنه واقعا، که این سبک دیگه اینجا زده اطلاعاتشو، تو فضاها پاس میده تیمتون اگه تو صاحب توپ باشه، یعنی اگه فضای خالی باشه و بازیکنتون فرار کنه به اونجا، پاس به اونجا فرستاده میشه، از دفاع شروع میشه، پاسکاری سریع، در عین حال که خیلی پرس سنگینیه. تیمتون میشه گفت یه جورایی گیج کننده هم بازی می‌کنه. با پاسکاری سریع بازی میکنه، تیم حریف نتونه جلوتون فکر کنه. و پرس سنگین که دیگه گفتم دیگه، واقعا دیگه پرس سنگین میکنه، از دفاع وسط شروع میکنه تیمتون برای بازی کردن از دروازه تا ته بالا خط دفاعی و خط مهاجماتون، یعنی های پرس و هایر دفنسیو لاینه. پرس تا ته بالا ماچ مرافتن، پرس روی دروازه‌بان هست و موقعی که توپ دست شما که باشه، یادم نمیاد البته اینو گذشت، توپ دست خط دفاعیتون دوباره یه لول میاد بالاتر که خیلی دیگه تهاجمی میکنه تیمو. گزینه بعدی تیکی تاکاه. تیکی تاکا دیگه اسمش معروفه، یعنی هر کی که بلدم نباشه درباره فوتبال چیزی، تیکی تاکا رو میگه. شاید سبکش هم ندونه چیه، ولی اسمش هم دیگه خودتون میدید معروفه. تیکی تاکا استایلیه که واقعا میشه گفت بارسلونا اوورد تو دنیای فوتبال، به قول معروف گفتنی. خیلی سبک جذابیه، پاسکاریای کوتاه و خیلی متعدد، با همکاری بالا، فرز بودن بازیکن‌ها و هوش بالای بازیکن‌ها باعث میشه که این ترکیب و این تاکتیک راه بیفته. یه تیک تاک ها دیگه خودتون میدونید، سبکیه با پاسای کوتاه و پاسای زیاد، خیلی زیاد، یعنی تمپو، یعنی سرعت پاسکاری تا ته پایینه و خیلی پاسکاری میکنن، اصلا عجله ای ندارن. هی هی پاسکاری، هی پاسکاری تا بتونن پیدا کنن اون محل ورود به گل حریف رو. و از دفاع خودتون شروع میکنید، سانتر کوتاه، سانتر خیلی بلند انجام نمیده تیمتون، دریبل کمتر میکنه تیمتون و یعنی خیلی میگم اصلا اسمش روشه، خیلی تیم ترکیب تاکتیک چیزی هم نیستش، تاکتیک دریبلی هم نیستش که بازیکناتون هر کاری بخوام بکنه هی دریبل کنن برن چپ و راست. و پرس هم میشه گفت میکنن، ولی موقعی که توپ دست تیم شماه، کل تیم بالا نمیره، رو فرم خودشون میمونن، دوباره همون فرم پاسکاری میکنن، همه نمیرن بالا به سمت بالا برای حمله. و خط دفاعی تیم تا ته بالاه، ولی خط تهاجمی تیم بالا نیستش اونقدر که ما بخوایم از اینجا بهتون ما نشون بدیم. میبینید که توی محوطه کنترل پوزیشن اول، میبینید توی محوطه سعی میکنن گل بزنن، پاسکاری کوتاه و سرعت پاسکاری نسبتا کوتاه، چیزایی که حالت عادی این تاکتیک داره اصولی. پرس کردن، از دفاع وسط شروع کنیم، با ضربات کوتاه دروازه‌بان شروع شه بازی. خط دفاعی تا ته بالا نیست، ولی یه دونه بالاه، از استاندارد یه دونه بالاتر هایره. مید بلاک تیم، نه لو بلاک نه های پرس. و یه دونه پرس میکنه، میشه گفت پرس میکنه تیمتون، ولی نه خیلی پرس های سنگین. مهاجم نوکتون فشار میذاره روی گلر. و گزینه بعدی گیگن پرسه که همونطور که گفتیم، حالا ترکیب مهم نیست، یا ترکیب و کاری نداریم فعلا. ببینید پاسکاری های خیلی سریع، نسبتا کوتاه، یعنی پاسای بلندم داره توی گیگن پرس. از دفاع شروع میکنه تیمتون و پرس میکنه، تیم موقع حمله میره بالا، تا کل تیم میره بالا، میشه گفت حدوداً. از دفاع وسط شروع میکنن موقعی که دروازه میخواد شروع کنه. تیمتون تا ته بالا داره پرس میکنه، ولی خط دفاعیتون دوباره ماچ هایر نیستش، دفنسیو لاینتون تا ته بالا نیست، هایره. ولی وقتی که وقتی توپ دست بله توپ دست تیم حریفه،
یه دونه خط دفاعیتون دوباره میاد بالاتر و فضای پشت هافک، یعنی بین هافک و دفاعتون رو پر میکنه که فضای کمتری هم به تیم حریف بده. و اینم از گگن پرس. گزینه بعدی تیکی تاکا که دربارش داشتیم میگفتیم، تیکی تاکای معروف، پاسکاری خیلی کوتاه، خیلی آروم، دریبل نداره، دریبل نکنن بازیکناتون، سانترای کوتاه، توی محوطه کار کنه تیمتون یه ذره بسته، و موقعی که توپ دست تیم حریف پرس میکنه تیمتون، ولی وقتی توپ دست خودتون میفته میبینید تیم نمیره بالا تا هولد شیپ فرم خودشون رو نگر میدارن و پاسکاریشون رو شروع میکنن، از دفاع شروع میشه و دروازه‌بانتون سریع شروع میکنه بازی و وقتی صاحب توپ میاد دستش نگه نمیداره. مهاجماتون مید بلاکن ولی خط دفاعیتون تا ته بالاه، یه جوری میشه گفت خیلی خط آفسایدتون رو میارید بالاتر، پاسکاری از وسط خیلی بازیکن تیم حریف رو به وسط میکشونید. در این حال پرسی هم اونقدر های پرس هم نیستش چیز خط مهاجماتون، خط تهاجمیتون، ولی پرس تا ته دارید، پرس روی گلر دارید. گزینه بعدی، تاکتیک بعدی ورتیکال تیکی تاکاه. ورتیکال تیکی تاکا همون تیکی تاکاه ولی با پاسای نسبتا کوتاه، یعنی مثلا اینجا ماچ شورتر پاسینگ بود، اینجا شورتر پاسینگه، یه دونه لول تیتر میشه، یعنی پاسای بلندم گاهی اوقات داره، نه همیشه ولی گاهی اوقات داره. میبینید که اینجا داد یه لحظه هافک دفاعی تیم به وینگ راست تیم یه پاسی داد، اون بلند حساب میشه تو این تاکتیک، ولی توی تیکی تاکا همین پاس هم وجود نداره. و توی تیکی تاکا یه ذره پاسکاری آرومه، ولی توی ورتیکال تیک تاکا میشه گفت پاسکاریا خیلی چی نیستش، خیلی دیگه کند نیست و وسط هم سعی میکنه تیمتون بره کاملا، از گوشا سعی نمیکنه بره. توی تیک تاکا تا جایی که یادمه آزادی عمل هستش، تیمتون باید به تیمتون آزادی عمل میدید تو این تاکتیک و از هوش میذارید که از هوش خودشون استفاده کنن، گاهی اوقات خلاقیت ایجاد کنن. تیمتون تا ته بسته برای اینکه همون جمع‌تر شو پاسکاری بکنه. فرق دیگهش با تیکی تاکای عادی اینه که تیمتون بالا میره، از فرم خودش در میاد موقعی که توپ دست شما باشه. و فرق دیگهش دوباره اینه که ماچ هایر نیستش تیمتون خط دفاعیش، ولی خط تهاجمیتون های پرسه و تا ته پرس نمی کنید و روی دروازه‌بان ولی پرس میذارید. سبک بعدی بازی سبکیه که میشه گفت معروفه دیگه، اینم خیلی معروفه توی لیگ ایران، واقعا به نظرم بیشتر میشه گفت خیلی توی ایران میشه گفت تاکتیکای جواد نکونام هم میشه گفت، ولی حالا من جواد نکونامو بیشتر روتوان قبول دارم، نمی‌دونم، وینگ پلی هم میشه واقعا، که توی تهاجمیش البته میبینیم به نظرم همین وینگ پلی توی موقعی که میخواد حمله کنه، موقعی که میخواد گل نزنه همون روتوانه، که میشه گفت دیگه اسمش روشه، وینگ پلی با پاسای بلنده، تیمتون از گوشا سعی میکنه بره که سانتر کنه روی دروازه حریف و توی فضاها پاس میده، فضاهای خالی پیدا کنه، بازیکناتون پاس میدن تو اون فضاها، تیمتون خیلی بازه برای اینکه بتونه فاصله بین خودشون ایجاد کنن و پاسای بلند بدن، تیمتون باز بشه تو زمین. پرس نمیکنه تیمتون، ولی وقتی حمله میخواد توپ دست شما میره بالا، کل تیمتون فقط دو تا دفعه وسطاتون میمونن، چرا که وینگ بکاتون دوتاشون تهاجمی ان، یکی اتک یکی ساپورت، و هافبکاتون هم دوتاشون تهاجمی ان و دوتا هافک دفاعیاتون هم تهاجمی ان، یه جورایی میشه گفت هافک دفاعی که البته نیستن، هافک عادی ان، هافک وسطن. و علاوه خط دفاعی و خط تهاجمی، خط تهاجمیتون مید بلاکه، پرس نمیکنه، خیلی وسطه، یعنی خط دفاعیتون روی خط بالاتر از خط محوطه جریمه خودتونه یه ذره، و خط دفاعیتون هم نه لوئر نه هایر، استاندارد عادیه، پرس یه ذره میکنه تیمتون، نه که نکنه، یه ذره میکنه ولی هیچ کار دیگه ای نداره واقعا. تیمتون هم رو حالت بالانسه، علاوه
منتالیتی. بخش بعد، تاکتیک بعدی که تاکتیک اون یکی تاکتیک جواد کنامه و واقعا لجنترین تاکتیک میشه گفت فوتبال. البته من این تاکتیک رو در یه صورت دوست دارم که تیمتون تهاجمی باشه. من خودم وگرنه عاشق این تاکتیک میشم، با پاسای بلند خیلی هم سخته. تازه لجن موقعی میشه که یکی مثل سیمونه بیاد و کانتر اتک بازی کنه با این تاکتیک، یعنی ضد حمله بازی کنه، یا پارک دباس بازی کنه، یا کاتنیکیو بود فکر کنم اسمش، یا اونو بازی کنه که دیگه خیلی دفاعی ان ترکیبا. که میبینید تو این ترکیب یه خیلی چیزا فرق داره. تیمتون تا ته اه، نوع پاسکاریش پره، یعنی پاسای خیلی بلند، پاسای بلند خیلی بهم بدن، فقط از گوشا سانتر کنن توی محوطه و تیمتون دیسیپلین باشه، یعنی خیلی اه، روی این ترکیبی که مثلا تمرین شده باهاشون و اه، خیلی تمرین شده روی این ترکیبی که بهشون گفتید وقت بذارن، خیلی سعی نکنن کارهای جز و جدا از این ترکیب انجام بدن، همون یعنی خلاقیت ایجاد کنن، پاس فضاها و یه ذره سرعت پاسکاریتون بالاه. و یه چیزی هم که خیلی اینجا جالبه و فرق داره اینه که وقت تلفی داره این ترکیب. این ترکیب وقت تلفی داره، ولی که دو مدل وقت تلفی داریم: همیشه وقت تلفی کنه تیمتون، یا گاهی اوقات وقت تلفی کنه، یعنی 50-50 وسط باشه وقت تلفیش. توی بخش این ترانزیشن تیمتون ریگروپ میشه موقعی که توپ دست تیم حریفه، یعنی پرس نمیذاره، میاد عقب بر دفاع. موقعی که توپ دست دروازه‌بانه با با ضربات بلند تکلان کیک به هافک به وسط زمین میفرسته توپو، به هافک تهاجمی میشه گفت، اگه البته ترکیبتون هافک تهاجمی داشته باشه. به هافک تهاجمی یا تارگت فوروارد، مهاجم تارگتتون، یا شادو استرایکرتون. تیمتون هم علاوه پرس کردن اینا هیچ چیز خاصی نداره. تو خط دفاعی و خط تهاجمی مید بلاک و لوئر هستش. خط تهاجمیتون مید بلاک، خط دفاعیتون لوئره. و علاوه تکلینگ گت استاکین آنه. گت استاکین یعنی چی؟ یعنی تکلای خشنتر، ریسکیتر و خیلی با عصبانیت بیشتری انگار تکل بزنن، وحشی‌تر تکل بزنن، که امکان اتفاقات بد هم داره، امکان داره شما با این قضیه هی کلی کارت زرد و قرمز بگیرید. به تاکتیک بعدی فلوید کانتر اتک. فلوید کانتر اتک ضد حمله با پاسای کوتاه، ضد حمله بزنه تیمتون ولی با پاسای کوتاه، نه پاسای بلند. برای همین فلوید اسمش. که میبینید که پاسای کوتاه ولی سرعت پاسکاری بالا، دریبل کردن داره، میتونن بازیکناتون دریبل بکنن. بخش بعدی تیمتون پرس بذاره بره بالا، دروازه‌بانتون سریع شروع کنه، چون کانتر اتک وقتی توپ بشه دروازه‌بان، برای اینکه بازیکن‌ها سریع میرن بالا، اونم سریع بازی رو شروع کنه که برن واسه ضد حمله. خط دفاعیتون لوئره، خط تهاجمیتون مید بلاکه، دفنسیو لاینتون دراپ آف موره، یعنی وقتی توپ دست تیم حریفه از چیزی که شما اینجا گفتید، یعنی مثلا لوئر، بازم یک لول پایینتر بیاد خط دفاعیتون، یعنی مثلا بشه انگار ماچ لوئر، که بتونه اول چی کنه، چی میگن، سیف کار کنه دیگه، خط دفاعیتون دیگه بیاد عقب‌تر رو پوشش بده، فضای پشتشون رو پوشش بده که ریسک نکنن. و اینم از این. تاکتیک بعدی دایرکت کانتر اتک، همین تاکتیک ولی با پاسای بلند. و منتالیتی کاتیوس میشه گفت یه ذره منتالیتی دفاعی طوره. پاسای بلند، سرعت پاسکاری بالا، پاس توی فضاها و همین. این پوزیشن، این ترانزیشن، تو وقتی دست شماه تیم بره بالا ولی پرس دیگه نمیکنه، تو وقتی دست شما نیست دروازه‌بانتون سریع شروع کنه که عادیه این. و یه فرق دیگه هم که داره همینه، پرس تیمتون یه لول بالاه، تیمتون تا ته دفاعی میشه گفت، انگار لو بلاکه، ولی خط دفاعیتون دیگه ماچ لوئر نیست، لوئره. دراپ آف موره، خط دفاعیتون یه دونه میاد پایینتر موقعی که توپ دست تیم حریفه. و تکل تکل هم اگریسیوه توی تیم گت استاکینه. گزینه بعدی یعنی
تاکتیک بعدی کاتناچیو که بعد از پارک دباس لجن‌ترین تاکتیک مورد نظره، واقعا میشه گفت بعد از پارک دباس، چون پارک دباس دوباره بدتر از اینه میشه گفت. و میبینید که همه تاکتیک ترکیبای مورد نظرش هم پیشنهادیش هم 5 دفاع است. بعد اینکه میبینید که دیگه واقعا لجنه، اصلا از استایل اینستراکشن های توی تیز میشه فهمید، تیمی میشه فهمید تیم خیلی چی باشه، حواسش به تمرینایی که کردن و خود تاکتیکمون باشه، کار اضافی نکنن، پاسای بلند کوتاه باشه، پاسا وقت اضافه اه، وقت اضافه وقت اضافه میگم وقت تلفی وسط باشه، یعنی وقت تلفی بکنن ولی نه خیلی، همیشه پاس فضا تیم بسته باشه یه ذره، موقع حمله تیم بره بالا ولی موقعی که توپ دست تیم حریفه نره بالا، بیاد عقب برای دفاع کردن. دروازه‌بانتون آروم شروع کنه بازی و عجله‌ای نداشته باشه، که میشه گفت دیگه واقعا هم همینه با کاچناچیو. و اینجا که میبینید لو بلاک و لوئره خط دفاعی تیمتون و تهاجمی، پرس لس آفتنه، یعنی پرس نکنن، حتی یه ذره کمتر هم به فکر پرس باشن و منتالیتیتون دفنسیوه. و اینم از تاکتیک بعدی. و تاکتیک آخر پارک د باس، دفاعی ترین و لجنترین تاکتیک دنیای فوتبال و میشه گفت قلنویی و جواد نکونام دوتایی با هم فیت که بدن این ترکیب در میاد راستیتش. وری دفنسیو نیستش، دفنسیو خدا رو شکر دیگه. از این لحاظ موقع حملات سانتر دروازه وقت تلفی، هر موقع تونستن وقت تلفی کنن، اصلا خودش نوشته whenever possible، هر موقع که شد وقت تلفی، یعنی اصلا از دستشون در نره. پاسکاریای سرعت، پاسکاریای چی میگن، بدون عجله، آروم، پاسکاریا خیلی بلند نباشه ولی کوتاه هم نیست، میبینید خودش زده اسلایتلی مور دایرکت. و پاس چیز واسه ضربه کاشته کار کنن، این پلی فور ست پیس، یعنی اینکه سعی کنن خطا بگیرن، واسه خطا کار کنن خیلی تو بازی. و گزینه بعدی دیسیپلین، دوباره روشنه، یعنی خیلی حواسشون به تاکتیکی که گفته شده بهشون باشه و کار اضافی نکنن، پاس تو فضاها. و گزینه بعدی ریگروپه، پرس نذاره تیمتون بیاد عقب بر دفاع. این گزینه خاصی گفته نشده به تیم که بره بالا موقع حمله یا هولد شیپ کنه، دروازه‌بان آروم شروع کنه و فقط هم با پاسای با ضربات بلند، یعنی دراپ و یا بکار رو زمین بزنه زیر توپ و اینجور ضربات. و توی خط دفاعی یعنی خط دفاعی خط تهاجمی میبینید که لو بلاک و لوئر هستش، گت استاکین تکلای خشن، دراپ آف مور خط دفاعی یه دونه بیاد پایینتر، و ترپ اوتساید. ترپ اوتساید یعنی اینکه تیمتون سعی میکنه حالا با یه سری فشارها و یه سری یارگیری‌ها تیم حریف رو وادار کنه به بردن به گوشه ها، یعنی وادار کنه که تیم حریف بره به گوشه ها برای سانتر کردن. و اگه اینو برعکسش بذارید، یعنی ترپ اینساید، تیم حریف رو با یه سری فشارهای خاص و یارگیری‌های خاص وادار میکنه تیمتون که تیم حریف بیاد از وسط حمله کنه، که اینو دیگه نسبت به تاکتیکی که میچینیدن باید شما حواستون باشه، مثلا اگه ترپ اوتساید میزنید یه جوری تیمو بچینید که واقعا هم به گوشا که رفتن تیم حریف کارشون سخت بشه، بازیکناتون یا توپگیری کنن. و اینم از سبکایی که خود بازی داره. و خب اینم شد از سبکایی که در فوتبال منیجر وجود داره و خود بازی واسهتون در اختیارتون گذاشته که بتونید اونا رو انتخاب کنید، همونا رو بذارید اصلا اونا رو یه سری تغییرات بدید و بازی کنید. که من راستیتش به شخص خودم قدیم اینا رو استفاده میکردم، دیگه جدیدن اینا رو استفاده نمیکنم و create your own style رو استفاده میکنم، یعنی سبک خودت رو بچینی، همه چیز صفر باشه، هیچ چیزی هیچ چیزی واقعا خودش نذاشته باشه، که ما مثلا این انتخاب میکنیم. و ترکیب ها هم که دیگه
نسبت به تیم خودتون و یا سبکی که دوست دارید بازی کنید. ولی یه مدل دیگه هم هستش تو همیشه ترکیب انتخاب کردن که من توی یه سری سیو های خاص اینجوری انتخاب میکنم که اونم این مدلی هستش که شما به بخش اسکواد برید و بیاید بذارید روی جنرال اینفو و بعدش این رو بذارید روی ابیلیتی و 5 یا 6 بازیکن اولی که بیشترین و بهترین ابیلیتی رو تو تیمتون دارن، بهترین بازیکن تیم حساب میشن و اینجوریشون بکشید و دونه دونه چکشون کنید ببینید تو چه پست هایی بهترین هستن. مثلا ما بهترین بازیکنمون گلره، بازیکن بعدیمون هافک دفاعیه که هافک تهاجمی وسط هم میتونه، که مثلا هافک تهاجمی بهترینشه. پس میگیم یه دونه هافک تهاجمی داریم، دو تا هافک تهاجمی داریم مثل این که حالا مثلا ما اینو هافک وسط میتونیم بازی بدیم، هافک دفاعی هم میتونیم بازی بدیم. یه دونه هافک تهاجمی داریم، دفاع وسط داریم، مهاجم نوک داریم، دوباره هافک وسط داریم. پس شد دو تا هافک وسط، یه هافک تهاجمی، یه دونه مهاجم نوک و دفاع وسط. ما نسبت به این بخوایم فکر کنیم و یه ذره حالا مثلا بگیم خب چه ترکیبایی میشه، دوباره میتونید بیاید مثلا بازیکن‌های حالا عادیتون رو چکی بکنید ببینید چند تا بازیکن تو هر پستی دارید بهترینا. مثلا میتونیم 4-2-3-1 بچینیم یا میتونیم 4-3-3 بچینیم که مثلا ما میایم اینجا ادیت تاکتیک رو میزنیم، کریتور اون استایل، و من حالا 4-2-3-1 انتخاب میکنیم. 4-2-3-1 رو انتخاب کنیم و 4-2-3-1 دیگه طبق چیزی که ما دیدیم تا الان میشه گفت یه جورایی بهترین ترکیب بازیه اگه روش رول های درست، اینستراکشن های درست و تاکتیک درست بچینید. میتونه باکترین و قوی ترین ترکیب بازی باشه، چون هر کی هم که حتی قهرمان جهان هم با ترکیب 4-2-3-1 تونسته قهرمان جهان بشه و مقابلش تو فینال مقابلش یه ترکیب 5 دفاعه بود، آلمانی بود اون فرد، با ترکیب 5 دفاعه رفت جلوش و با ترکیب 4-2-3-1 به طرف رحم نکرد. یعنی فکر کنم هر بازی رفت و برگشت بود، هر بازی 3 تا زد مثلا فکر کنم. برای همین هستش که میگم 4-2-3 خیلی خوب و باگه. و مثلا توی نیمه نهایی قهرمان جهان توی نیمه نهایی مقابل تیمی بازی کرد که اون هم 4-2-3-1 بود و به سختی تونست ببرتش و بازی برگشت که طرف 4-2-3-1 رو کرد، یه ترکیب دیگه ای کرد، تغییر داد کرد مثلا یه ترکیب دیگه، دوباره به راحتی بردش. یعنی اینقدر این ترکیب رو اگه شما درست بچینید میتونه خوب باشه. خب حالا ما انتخاب کردیم، ترکیبمون رو انتخاب کردیم. اه، اینجا ما یه لحظه، خب کل تیم رو خالی میکنیم. شما وقتی انتخاب میکنید ترکیب رو اینجوریه تیمتون، هیچ بازیکنی توش نیست و باید انتخاب کنید دونه دونه که شما دو تا گزینه دارید، اینکه دستی روی اینها بزنید انتخاب کنید و بذارید بازیکن‌ها رو، یا دستی اصلا اینجوری بکشید بذارید تو هر پستیشون که حالا ما اینو ور می‌داریم، یا بیاید اینجا اینو بزنید روی پیک without restriction و نگه دارید و گزینه پیک best XI رو بزنید که بهترین تیم 11 نفرتون رو میچینه واسهتون و بهترین تعویضیاتون رو، که حالا ما این کارو میکنیم فعلا. خب این شد از این. حالا ما میخوایم یه ترکیب بچینیم، میخوایم یه ترکیب با یه تاکتیک بچینیم. الان همه رو بهتون توضیح میدم که بتونید به راحتی هر چی که دوست دارید بچینید.